طرف از هر 10 تا حرفش 8 تاشو دروغ میگه، بعد میگه معیارم سی انتخاب دوست فقط صداقته، نکوشی مصدقه. یعنی واقعا خیلی دمش گرمه. این انارا میبینی از قصد و دشت گرفتم، میخوام یه خورش انار خوشمزه درست کنم، هم خونمون تصفیه بشه، کم طرفی ول بدیم و اینا، هم خیلی الان فصلشه دیگه عزیزم. ندو خیلی زحمت میکشیم، ما اصلا گنجایشش نداریم، نمیتونیم جبران کنیم، جبران نمیخواد، اصلا فکرش نکنین. فقط پایین یه قلب سفیده، این اذیت کنندن، این باید قرمز بشه، همین، به هیچ چی نمیخوام. پست قابلیت سیو کردن داره، تو سیوش میتونی به هر وقت نفهمیدی مرغ با چی درست کنی. خیلی روش خوبی. اول بیا مرغا رو کامل سرخ کن، بعد که سرخ کردی پیازا رو به جای مرغا بریز تو هم مایتابه کن، مایتابه دیگه کثیف نکن، الکی سرخش کن، پیازا سبک شد سیر بهش بزن، بعدم رب قشنگ تفتش بده. اینا که قشنگ جا افتادن رو به انار 3 قاشق بزنی کافیه. بعدم ادویه زردچوبه هست، پودر سیر از دارچین، همه اینا هستن. بعد اون ما چون مایتا اون فکر میکنم کوچیک ویدی عوضش کردیم، 2 تا مایدا کثیف شد متاسفانه، دیگه آخر هر کاری کردیم نشد. میریزیمش تو مایتابه دیگه، ملاتو میریزیم روش، یکم انار میریزیم، رو به آب انارم میریزیم روش که قشنگ به جای آب معمولی آب انار 1 ساعت میذاریم بپزه، یه همچین نتیجه‌ای بهت میده. اصلا نگاه ای رخسار مخم خجالت میکشم ساده ازش بگذارم، خودم دی شما رو نمیدونم، گفتم خب نداره، ولی برین کلی اینستا رو بگردین، هیچ جا اینجا نمیشه. خدا برین بگردین، امتحان کنین، امتحان ضرر نداره. I love you.